سلام و تشکر که با آزادی آنلاین هستید. مسلمانی و نامسلمانی، کاری زنانی تنها و دشنام به والیدان پوتین از موضوعهایی است که دوستان زیادی درباره‌اش این هفته بحث کردند. سال آینده در تاجیکستان از نو اهالی را می‌شمارند و از جمله می‌پرسند پیروی کدام دین هستید. بعضی از مردم زیر گزارش رادیو آزادی درباره این موضوع نوشتند این سوال نباید پرسیده شود چون مذهب و اعتقاد مسئله خصوصی است. کاربر با نام گنده گفته است بگذار آدمان ناترسیده پیروی کدام دین یا بدین بودن، کمونیست، زردشتی، نصرانی، بهایی و بودایی بودن خود را نویسند. بینام گفته است اصلا بحث درباره دین و مذهب مهم نیست، مهم زندگی مردم است. او میگوید کشورهای دیگر به کیهان رفتند، ما دین، ریش، حجاب گفته گشتیم. آدمان را با کار تامین کنید و از هر کسی که پاسپورت میگیرد دین و ملت را بپرسید مشخص می شود. بحث دیگری که در وبسایت رادیو آزادی بسیار داغ شد درباره ایراد رئیس ولایت ختلان بود که گفته است در بسیاری از اداره‌های زکس ولایت زنان تنها کار میکنند که درست نیست. کاربر با نام عدل ایراد قربان حکیمزاده را درست میداند که گفته است در حقیقت اگر رهبران اداره‌های ثبت سندهای رسمی یا به اصطلاح مردمی زکس عائله‌دار باشند به جامعه تاثیر خوب میرسانند، اگر عائله نمونوی نداشته باشند آبرو و نفوذ لازم ندارند. عدالت چنین ایراد گرفتن رئیس ولایت ختلان و زنان تنها را ناعادلانه می‌داند که نوشته است با نسل پسرانی که طفلان و زنان را میپرتایند چیک باید کرد. زنان زیادی بی‌شوهرند پس کاری دولت نکنند. سیده خواسته است مسئله را یک طرفه نفهمند، زیرا به قول او منظور رئیس ولایت این است که دختران بی‌شوهر تجربه عائله‌داری ندارند و به زنانی که برای مشورت گرفتن میآیند توصیه دادن نمیتوانند. چیز دیگری که نه تنها در بین تاجیکان بلکه در دیگر جایها و به خصوص روسیه جنجال زیاد برانگیخت دشنام دادن یک خبرنگار گرجی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود. بسیاری از کاربران در صفحه فیسبوک رادیو آزادی گیورگی گابونیا خبرنگار تلویزیونی روستاوی یک را سخت تنقید و نکویش کردند که والدین فوتیده پوتین را هم دشنام داد. مزیمه خیرالله نوشته است کسی که مادر دشنام می‌دهد و فوتیدگان را بد میگوید انسان نیست، یک انسانی بی تربیت بوده است. زهرا شریپова خبرنگار گرجی را بی فرهنگ نامیده و گفته است او خود را و تمام مردم گرجستان را شرمنده می‌کند. ایشانی وخیاچی در فیسبوک گفته است حیرت آور آن است که بی‌قدرترین مردم در روسیه تاجیکان هستند ولی بیشتر از دیگران پوتین را دوست می‌دارند. و ویدیویی که به ما از مرز قزاقستان فرستادند محض درباره آنها است که بیشتر به روسیه می‌روند. در границе Казахстан استاد هستیم. اینا граница یک کس به دادمون نمیرسند. همگی مردمی مهاجر граница пересекать میکنیم که یک سوتکه شد. اعلام نمیکنه، سر نمیکنه. با کاربری که این ویدیو را به ما فرستاد تشکر میگوییم و به همه شما که نظر و اندیشه‌های خود را می‌نویسید و می‌فرستید. تلفن تماس با ما همین است که می‌بینید با واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.